آقای حبیب، طوری ما در انتخابات گذشته پرزیدنتی افغانستان شاهد شدیم آنچه که تحلیلگران و سیاستمداران پیشگویی میکردند با نتیجه های نهایی رسمی انتخابات در نهایت تفاوت داشت. فکر میکنید حالا هم عین همین گونه حالت است و ما باید تنها منتظر نتیجه های اعلان نتیجه های رسمی انتخابات باشیم و یا از حالا هم میشود گفت که چی کس پیشتاز مسابقات است؟ بله، من فکر میکنم که باز هم باید منتظر اعلام نتایج نهایی انتخابات از جانب کمیسیون مستقل انتخابات ماند. در انتخابات گذشته رئیس جمهور حامد کرزی رئیس جمهور برحال بود. به شکل از اشکال گمانه‌زنی ها بیشتر رویی بود که رئیس جمهور دوباره انتخاب خواهد شد، اما در این انتخابات هیچ یک از کاندیدان در حکومت فعلی جای و مقام ندارند. و با نظر داشتی آنچه که شما حالا گفتید ما میتوانیم انتظار انتقال آسایشته قدرت در افغانستان شویم و یا طور تحلیلگران هم میگویند این گونه یک سناری، این گونه یک طرح هم موجود بوده میتواند که حامد کرزی تلاش خواهد که نامزدی مورد نظری خود را بالاخره سر کرسی پرزیدنتی نشاند. بله، ما از آغاز مبارزات انتخاباتی به این سو تحلیل‌های از تحلیلگران داشتیم در ارتباط به این که رئیس جمهور حامد کرزی نامزد مشخص در انتخابات داره و در بعض موارد از زلمه رسول نام گرفته شده، اما اونا خودشان هم گفتن که همان طوری که اینا وزیر خارجه بودن در حکومت آقای کرزی، اشرف غنی هم وزیر مالیه بوده و عبدالله هم وزیر مالیه بوده و اینا هم روابط نزدیک با رئیس جمهور داشتن در گذشته. اما ای که نتایج انتخابات را تا چه حد کاندیدا میپذیرن این موضوع مورد بحث است، چرا که پیش از ای که انتخابات برگزار شود یک تعداد از کاندیدا در ارتباط به تقلب در انتخابات جدا ابراز نگرانی کردند و یکی از دلایلی که شما در سوال قبلی هم مطرح کردین و من گفتم که منتظر اعلان نتایج توسط کمیسیون انتخابات باشیم، همین موارد تقلب هم هست که نزد کمیسیون مستقل انتخابات بیش از 1000 مورد تقلب انتخاباتی ثبت شده. اینا هم بررسیدگی نیاز دارن و احتمال داره که البته پیش از وقت است ما بگویم، اما احتمال داره که بالای نتایج انتخابات همین تقلب هایی که بررسی میشه هم تاثیرگذار باشه. حامد کرزی در دوام ریاست جمهوریش مناسبات خوبی دوستانه داشت با تاجیکستان، روابط همیشه داشت با تاجیکستان و همتای تاجیکش امام علی رحمان. فکر میکنید با نو شدن رهبر افغانستان تا کجا میتواند روابط میان رهبران هم دیگر شود و یا که سیاست خارجی افغانستان چیزی است که چندان زیاد تغییر نمیخورد؟ سیاست خارجی افغانستان در یک دهه گذشته بیشتر مبتنی و استوار بر ایجاد روابط قوی با جامعه بین المللی بوده، اگرچه که در این اواخر روابط رئیس جمهور حامد کرزی با غرب و در رأس آن ایالات متحده آمریکا بر سر امضای موافقتنامه امنیتی متشنج بوده، اما افغانستان با کشورهای همسایه‌اش در آسیای مرکزی، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، اینا روابط خیلی نزدیک و دوستانه داشته. اینا پروژه های همکاری ها، انتقال برق، انتقال گاز و ترانسپورت، اینا موافقتنامه های را هم امضا کردند. روابط افغانستان با کشور همسایه‌اش پاکستان مورد جدل بوده، نزاع برانگیز بوده، بحث برانگیز بوده در گذشته و نامزدان که در نامزدان فعلی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هم در این مورد گفتند که اینا در مجموع روی حسن روابط و روی تقویت روابط با همسایه هایشان خصوصا سیاست منطقوی تاکید کردند. من فکر میکنم که روابط افغانستان بخصوص با کشور همسایه تاجیکستان تغییر نخواهد کرد، به حال خود باقی خواهد ماند و احتمالی میره که بیشتر تقویت پیدا کنه. تشکر.